اینجا مدرسه هم ما خرداد و شهریور رو هر روز و تیر و مرداد رو 2 روز میریم، دوشنبه و چهارشنبه. این مدرسه است بدون بچه ها. حتی موقعی که بچه ها هستن جای پاشون رو چمن ها مشخصه. هوا خیلی خوبه، داره بارون میاد. نمیدونم میتونید ببینید یا نه. دوربینو میگیرم سمت آسمون، یه چند قطره بریزه بلکه هم دوربین. مدرسه بدون بچه ها هیچه واقعا. ما یه درخت سیبی اینقدر حیات مدرسه داریم. بسا ببینم چیزی مونده، چون وقتی که هنوز مدرسه ها تعطیل نشده بود بچه ها این سیبا رو میکندن به همدیگه پرت میکردن. ببینم خب بزرگ یه دونه برای خودم، یه دونه برای حسنم، یه دونه هم واسه مدرسیم اگه اومد امروز. ببین they look so yummy.